و زمانی که یک نفر باز نماز شب خدا بخونه و در این نماز شب امو خشوعی را که شریعت گفته، امو خشوع را خواسته باشه در خود ایجاد بکنه و بهترین وسیله برای این کار فهمیدن مفاهیم آیات قرآن هست. فهمیدن مفاهیم آیات قرآن و با تدبر اونها را در حین نماز تلاوت بکنه، این حس باز برش خوب زنده میشه. این حس داره. و بعضی از آیات قسمی هست که گاهی وقتا سر یک انسان یک تاثیر عجیب میگذاره. بعضی از آیات سر انسان چی میکنه؟ یک تاثیر عجیب میذاره. به همین خاطر در بین علمای سلف منقول هست که بعضی از اونها گاهی وقتا در نماز شب میخوان یک آیت سرش یک تاثیر معنوی میکرد. اینمی آیات را گاهی وقتا میشد کل شب را در تکرار اینمو آیت سپری میکرد. یعنی در مفهوم اونمو آیت چی میشد؟ عمیق میشد و از او امو لذت معنوی را که انسان میتونه به دست بیاره را به دست می آورد. و هر قدر خصوصیات لذت های معنوی همی هست که انسان ازشان سیر نمیشه. انسان از لذت های معنوی سیر نمیشه. هر قدر که انسان در لذت معنوی عمیق میره امو حس محبت الله را خوب درک میکنه.